در عراق تقریباً 200 پیرو دین یزیدی اساساً زنان، موسفیدان و افراد معیوب بعد رهایی از اسارت گروه جنگجوی دولت اسلامی به شهر کرکوک وارد شدند. منصبداران عراقی میگویند رهایی آنها در پی مذاکرات قبیله‌های محلی عربی امکان پذیر شد. پس از اشغال شهر سینجر و محله‌های اطراف آن در ماه اوگوست سال 2014 جنگجویان گروه دولت اسلامی هزارها پیرو دین یزیدی را کشتند و یا به اسارت گرفتند. روز 7 اپریل در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه مراسم یادبود سیاستمدار مخالف حکومت روسیه بوریس نمتسوف برپا شد. نمتسوف 27 فوریه در مرکز مسکو به قتل رسید و در روز 7 اپریل بر پایه عنعنه نصرانی پرواسلاوی که روز 40 مرگ او بود این مراسم دایر گشت. اشتراکچیان این چاره‌بینی شعار دروغگویی را بس کنید را در دست داشتند که مخاطب آن مقامات روسیه است. در ارتباط با کشتار نمتسوف 5 زاده قفقاز شمالی به حبس گرفته شدند ولی متهم اساسی از اقرار ابتدایی جرم دست کشیده است. در پایتخت مولداوا شهر کیشینیو گروهی از جوانان مراسم یادبود قربانی‌های تعقیب گردهمایی ضد کمونیستی ماه اپریل سال 2009 را برگزار کرد. در این جمع آمد که روز سه‌شنبه 7 اپریل دایر شد، افرادی از جانب پلیس به قتل رسیده و حادثه‌های خشونت پلیس در مقابل اعتراضگران که با گذشت 6 سال حل نشده اند ذکر گردیدند. در شهر کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان همراه با سازمان دیدبان حقوق بشر امنستی اینترنشنال یا خود عفو بین الملل دورنمای حمایت از حقوق بشر در افغانستان را بحث نمودند. در این نشست که از سوی رهبر حکومت اجراییه افغانستان عبدالله میزبانی شد، مقامداران ابراز داشتند که دستاوردهای 13 سال اخیر هنوز هم ضعیف بوده به حمایت نیاز دارند. یک روز پیش از آن عفو بین الملل اظهار نمود که حکومت افغانستان در دفاع از حادثه‌های خشونت در مقابل زنان حامی حقوق بشر ناکام بوده است.